گرامیان، درود بر شما. فایل آوایی ششم از کتاب برهان علیت، برهانی در رد وجود خدای ادیان و روز جزا، نوشته نونفخر رو با هم آغاز می‌کنیم. صفحه 61. عنوان: هفته پنجم، ادامه برهان علیت. آیا زنجیره پدیده‌ها آغازی دارد؟ ناباور. من کاملا آماده‌ام بقیه برهانت را بشنوم. مومن: یعنی در این که هر پدیده‌ای فقط میتواند توسط هستی دیگر ایجاد شود شک و شبهه‌ای نداری. ناباور: راستش را بخواهی دلایلت فعلا به نظرم قابل خدشه نیامد. به هر حال تا اینجا که ایرادی به ذهنم خطور نکرده. میتوانی ادامه دهی. عنوان: علت تامه. مومن: اکنون سوال این است که یک پدیده دقیقاً در چه شرایطی توسط یک هستی به وجود می آید؟ اگر ما آن هستی که پدیده الف را به وجود می آورد علت بنامیم، می توانیم بگوییم که پدیده الف زمانی به وجود می آید که علت آن وجود داشته باشد. یعنی وقتی علت تام و کامل به وجود آمدن یک پدیده حاصل شود، دیگر آن پدیده نمیتواند به وجود نیاید. اگر فرض کنیم برای روشن شدن یک لامپ نیاز به سیم هادی و جریان بی‌نقص و کافی الکتریسیته داشته باشیم و تمام اینها فراهم شود، دیگر پدیده روشنایی لامپ نمیتواند حاصل نگردد. اگر لامپ همچنان روشن نشود، حتما چیزهای دیگری نیز لازم بوده است. به هر حال اگر همه شرایط لازم و کافی برای به وجود آمدن یک پدیده وجود داشته باشد، آن پدیده به وجود خواهد آمد و نیز وقتی هم که یک پدیده به وجود آید، به این معنی است که علت تامه آن وجود داشته است. ناباور: هیچ مشکلی با این مطلب ندارم. میدانم اگر زمانی ببینم که آنچه تصور می‌کردم علت ایجاد یک پدیده است نتواند آن پدیده را به وجود آورد، نمیتوانم در اصلی که گفتی شک کنم. بلکه تنها چیزی که میتوان در آن شک کرد این است که آنچه من به عنوان علت تامه ایجاد آن پدیده میشناختم، علت تامه آن پدیده نبوده و خطا از جانب من بوده است. یعنی من علت را اشتباه گرفته بودم. اگر علت پدیده‌ای وجود داشته باشد، دیگر چیزی وجود ندارد که بتواند جلوی خلق پدیده را بگیرد. اگر چیزی جلوی خلق پدیده را بگیرد، پس میتوان گفت که علت تامه خلق پدیده هنوز به وجود نیامده است. لطفاً ادامه بده. مومن: حال اگر علت تامه یک پدیده خودش یک پدیده باشد، باید قبول کرد که آن هم نیاز به علت داشته است. یعنی علت یک پدیده خودش معلول علتی دیگر بوده. پدیده الف معلول پدیده ب، پدیده ب معلول پدیده جیم و این سلسله علت و معلول ها تا کجا میتواند ادامه داشته باشد؟ ناباور: از کدام طرف؟ مومن: منظورت چیست؟ ناباور: اگر منظورت به سمت آینده است، باید بگویم نمیتوان ثابت کرد که نمیشود تا ابد ادامه داشته باشد. هر پدیده‌ای میتواند پدیده دیگری را خلق کند. هر لحظه‌ای میتواند لحظه بعدی داشته باشد. اشکالی نمیبینم که این روال تا بی نهایت ادامه داشته باشد. اما اگر میخواهی بگویی که این زنجیره علت و معلول به سمت گذشته نمیتواند ازلی باشد و لازم است حتما یک آغاز داشته باشد، باید این را ثابت کنی. عنوان: ابطال تسلسل. مومن: من برهانی بیان میکنم تا نشان دهم سلسله علت و معلول ها نمیتواند بدون آغاز و نامتناهی باشد. ابتدا نمیدانیم مجموعه پدیده هایی که پی در پی یکدیگر را خلق کرده اند مجموعه متناهی است یا نامتناهی. یعنی نمیدانیم
تعداد اعضای این مجموعه محدود است یا نامحدود. اگر سلسله علت و معلولها آغازی داشته باشد، مجموعه علت و معلولها محدود و متناهی خواهد بود. اگر سلسله علت و معلولها آغازی نداشته باشد، مجموعه علت و معلولها نامحدود و نامتناهی خواهد بود. حال فرض می‌کنیم که از مجموعه سلسله علت و معلولهای هستی 10 عضو کم کنیم، یعنی 10 پدیده آخر را حذف کنیم. نتیجه این خواهد شد که مجموعه حاصل 10 عضو کمتر از مجموعه اصلی خواهد داشت، یعنی مجموعه کوچکتر خواهد بود. اگر مجموعه از مجموعه دیگر کوچکتر باشد، به این معنی است که نمیتواند بی نهایت عضو داشته باشد، چرا که وقتی تک تک اعضای این دو مجموعه را بر هم تطبیق دهیم، مجموعه‌ای که ناقص شده اعضای کمتری دارد و این محدودیتش را نشان می‌دهد. مجموعه‌ای که بی نهایت عضو داشته باشد اندازه‌اش بی نهایت است و از هیچ مجموعه دیگری کوچکتر نیست. اما مجموعه جدید ما کوچکتر از قبلی است. پس مجموعه اصلی هم باید متناهی و محدود باشد و تنها 10 عضو بیشتر از قبلی داشته باشد. محدود بودن مجموعه علت و معلولها به معنی آغاز داشتن این مجموعه است. پاورقی. این برهان نامش برهان تطبیق است. ادامه مطلب. ناباور قدری تأمل کرد و با نوک خودکارش بر روی کاغذ مقابلش ضربه زد و سپس گفت: اساس استدلال تو کاملا ریاضی است و همه تأکید تو بر مفهوم مجموعه‌های متناهی و نامتناهی از دید ریاضی صورت گرفته است. من میتوانم به تو نشان دهم به جای کم کردن 10 عضو از یک مجموعه میتوان آن را نصف کرد و مجموعه حاصل همچنان نامحدود باشد. مجموعه اعداد طبیعی را در نظر بگیر. 1 2 3 4 5 و همینطور ادامه بده. حال تمام اعداد فرد را حذف کن. حاصل کار مجموعه اعداد طبیعی زوج خواهد بود. 2 4 6 8 10. در حالی که انتظار داریم مجموعه دوم نصف مجموعه اول باشد، همچنان هر دو مجموعه بی نهایت عضو دارند و نامحدود هستند. مؤمن. ولی مجموعه اعداد طبیعی و یا مجموعه اعداد طبیعی زوج در جهان واقعی وجود ندارند. منظورم این است که اینها فقط مفاهیم ریاضی هستند و اگر بخواهیم در جهان واقعی شروع به شمارش اشیا به ترتیب اعداد طبیعی کنیم، می‌بینیم که این شمارش هرگز به عددی به نام بی‌نهایت نمی‌رسد و در هر زمان تعداد محدودی از اشیا شمرده شده‌اند و به یک عدد مشخص رسیده‌ایم. شمارش اعداد تا بی‌نهایت هرگز به وقوع نمی‌پیوندد و به اصطلاح به فعلیت نمی‌رسد، در حالی که سلسله علت و معلولها یک بار به فعلیت رسیده است. ناباور. گوش کن رفیق، تو ریاضیات را اساس استدلالت قرار دادی. نمی شود وسط کار جرزنی کنی. تو گفتی چون مجموعه‌ای که 10 عضو کمتر از یک مجموعه دیگر داشته باشد حتما محدود است، پس مجموعه بزرگتر هم محدود است و بنابراین تعداد پدیده‌ها نیز محدود است. در حالی که در ریاضیات و قوانین مجموعه‌ها وجود دو مجموعه که یکی بزرگتر و دیگری کوچکتر باشد و در عین حال هر دو نامتناهی و نامحدود باشند بلا اشکال است. یا در برهانت تغییراتی بده و یا اگر برهان دیگری داری بگو. به هر حال این یکی که گفتی قانع کننده نبود. پاورقی. در بین برهانهای ابطال تسلسل، برهان تطبیق و برهان آحاد و الوف هر دو از مفهوم مجموعه ها استفاده کردند و اشکال گفته شده به هر دو وارد است. ادامه مطلب. مؤمن. بسیار خوب. برهان دیگر این است. فرض کن سالنی داریم پر از جمعیت. از هر کدام از اعضای مجموعه افراد داخل سالن که سوال کنی چرا به سالن آمدند، در پاسخت خواهند گفت چون آن شخص دیگر آمد، من هم در پی او آمدم. وقتی از آن شخص دیگر هم سوال کنی که چرا وارد سالن شد، خواهد گفت چون آن شخص سوم آمد، من هم آمدم. ناباور.
درست مانند پدیده ها که از هر کدام سؤال کنی چرا به وجود آمدی، پاسخ خواهد داد چون آن پدیده دیگر که علت من بود آمد، من هم آمدم. مؤمن: دقیقاً. تو میدانی که همه افراد سالن همین پاسخ را به پرسش تو خواهند داد. اکنون تو 2 دانسته داری. اولا هیچ یک از حاضرین سالن از ازل در سالن نبوده است و در برهه‌ای وارد سالن شده است. ثانیاً هیچ یک حاضر نبوده وارد شود مگر اینکه دیگری وارد سالن می شده. نتیجه این خواهد بود که بالاخره یکی از این افراد باید پیش قدم می شده تا وارد سالن شود. این یک نفر نباید حضورش را در سالن به حضور دیگران مشروط کرده باشد. یعنی ورود به سالن باید از جایی شروع شده باشد. پاورقی: نام این برهان اسد و اخضر است. ادامه مطلب. ناباور پس از چند دقیقه سکوت گفت: اگرچه حس میکنم که باید استدلالت درست باشد، اما فکر میکنم یک جای کار میلنگد. نمیدارم چرا میخواهی فرض کنم که سالن در برهه‌ای خالی بوده است. یعنی درست است که هر یک از اعضا در برهه‌ای به سالن وارد شده اند و پیش از آن در سالن نبودند. اما چرا باید پذیرفت لزوماً زمانی بوده است که سالن به کلی خالی بوده باشد؟ درست است که هرچه به عقب برگردیم از افراد داخل سالن کم می شود. اما چرا باید فرض کنیم می توانیم آنقدر به عقب برگردیم که سالن خالی را مشاهده کنیم؟ منظورم این است که اگر تعداد افراد داخل سالن بی نهایت و نامحدود باشد، هرچه به عقب برگردیم یکی یکی از افراد داخل سالن کم می شود، اما هرگز سالن خالی نمی شود. این خاصیت نامحدود بودن تعداد افراد داخل سالن است. تنها کافی است تعداد افراد داخل سالن را نامحدود بدانیم تا آن وقت هرگز به زمانی که سالن خالی از افراد بوده باشد نرسیم و در عین حال قبول کنیم که هیچ یک از افراد از ازل در سالن نبودند. مؤمن: برای من این برهان کاملا قابل فهم است. به نظرم نباید فرضیه نامحدود بودن تعداد افراد سالن را مطرح کرد، چرا که نامحدود بودن یا نبودن هدفی است که برهان به دنبال کشف آن است و ما نباید آن را به عنوان فرض وارد معلومات خود کنیم. محدود بودن یا نبودن تعداد افراد سالن جزء مجهولات ماست، نه مفروضات ما. ناباور: 2 فرض اول تو درست بود. اولا هیچ فردی از ابتدا در سالن نبوده. ثانیاً ورود هر کدام منوط به ورود دیگری بوده. اما باید در نظر داشت که این 2 فرض وقتی میتوانند نامحدود بودن تعداد اعضا را رد کنند که با آن در تناقض باشند. به این معنی که وقتی 2 فرض اول و دوم را کنار فرض سوم یعنی نامحدود بودن تعداد افراد داخل سالن قرار دهیم، فقط یکی از آنها بتواند درست باشد، یا 2 فرض اول و دوم و یا فرض سوم. در این صورت است که ناچار می‌شویم فرض سوم را غیر قابل قبول در نظر بگیریم. حال من این فرض را که هیچ فردی از ابتدا در سالن نبوده است به معنی اینکه سالن زمانی خالی بوده است نمیگیرم و فرض را بر این میگذارم که تعداد افراد داخل سالن نامحدود باشد و هرچه به عقب برگردیم به هیچ آغازی نرسیم. حالا ببینم چه می شود. در این حالت که گفتم نتیجه این خواهد شد: بر روی هر عضوی که دست میگذاریم میتوانیم زمانی را که سالن از آن عضو خالی بوده پیدا کنیم، اما هرگز به زمانی که سالن کاملا خالی بوده نخواهیم رسید. من همین کار را با یک مجموعه دارای بی نهایت عضو مثل مجموعه اعداد طبیعی انجام میدم تا ببینم میشود یا نمیشود. اگر با فرض داشتن عمری بی پایان شروع به شمارش اعداد طبیعی کنیم، هیچ عددی نخواهد بود که بالاخره روزی به آن نرسیم. اگرچه از قبل میدانیم هیچ عددی نیست که بتواند ادعا کند ما هرگز به آن نخواهیم رسید و همه اعداد اعتراف میکنند که روزی نوبت شمرده شدنشان میرسد. اما آیا این بدان معنی است که بالاخره تمام اعداد طبیعی را خواهیم شمرد؟ مسلماً نه. هرگز موفق به شمارش همه اعداد طبیعی نخواهیم شد، چرا که مجموعه اعداد طبیعی نامتناهی است.
در مثالی که گفتم رسیدن نوبت به هر یک از اعداد طبیعی متناظر است با رسیدن به زمانی که هر یک از افراد در سالن نبودند و هنوز وارد نشده بودند. وجود ترتیب بین اعداد طبیعی متناظر است با منوط بودن ورود هر عضو به ورود عضو دیگر. یعنی همانطور که هر عضو سالن میگوید تا آن یکی نمی آمد من نمی آمدم، هر عددی هم میگوید تا آن عدد قبلی شمارش نمیشد من شمرده نمی شدم. نامحدود بودن اعضای مجموعه اعداد طبیعی متناظر است با نامحدود بودن تعداد افراد داخل سالن. پس ظاهراً هر سه فرض می توانند تحت شرایطی در کنار هم وجود داشته باشند. لذا من نمی توانم استدلال تو را یک برهان بدانم. مومن: اجازه بده این بحث را هفته بعد پی بگیریم. من نیاز به تفکر و مطالعه بیشتر دارم. ناباور: قبول است. هفته دیگر در کافی شاپی که آدرسش را برایت میفرستم منتظرت هستم. جایی ساکت تری است. عنوان: هفته ششم. ادامه برهان علیت. اثبات آغاز برای زنجیره پدیده‌ها. ناباور فنجان خالی قهوه‌اش را روی میز گذاشت و یک خودکار و کاغذ را هم روی میز قرار داد و گفت: خیلی به مسئله تسلسل متناهی و تسلسل نامتناهی فکر کردم. آنچه درباره به فعلیت رسیدن سلسله علت و معلولها گفتی توجه مرا جلب کرد. در واقع تفاوت یک مجموعه نامتناهی اعداد با مجموعه علت و معلولهایی که به آخرین پدیده یک سلسله انجامیده است همین است که سلسله علت و معلولها زمانی این آخرین پدیده را به وجود آورده‌اند که همگی به فعلیت رسیدند. به عبارتی شمارش پدیده‌ها واقعاً انجام شده است، در حالی که شمارش یک مجموعه نامتناهی از اعداد طبیعی هرگز در عمل به فعلیت نخواهد رسید. اگر با عمری بی پایان به شمارش بپردازیم، هر روزی که در اثر خستگی از شمارش دست بکشیم، باز هم روز بعد باید شمارش را پی بگیریم و این پایانی ندارد. شمارش همه اعداد طبیعی هرگز در عمل به پایان نخواهد رسید. من سعی کردم برهانی دست و پا کنم که این به فعلیت رسیدن را در خود داشته باشد. مومن: من در برهانهای ابطال تسلسل جستجویی کردم و برهانهای دیگری هم یافتم تا برایت بگویم، ولی میخواهم اول استدلال تو را بشنوم. عنوان: برهانی تازه برای ابطال تسلسل. ناباور: سلسله ای از پدیده‌های پی در پی را در نظر میگیریم که آخرین آنها الف نام دارد. الف معلول ب معلول پ و به همین ترتیب ادامه دارد تا جایی که نمیدانیم ابتدایی دارد یا نه. یعنی نمیدانیم متناهی است یا نامتناهی. آنچه میدانیم این است که این پدیده ها هر یک معلول پدیده قبلی و علت پدیده بعدی است. پس این را میدانیم که همه پدیده های قبلی یک به یک در پی هم به وجود آمدند تا به پدیده الف رسیدند. به عبارتی پدیده الف به طور مستقیم معلول پدیده ب و به طور غیر مستقیم معلول پدیده پ، ت، س و غیره است. پس بدون به وجود آمدن همه این پدیده های قبلی پدیده الف به وجود نمی آمد. در اینجا تأکید بر روی کلمه همه است. اکنون سوالی مطرح می کنیم. اگر این مسیر آمده را به طور معکوس طی کنیم، آیا ممکن است عملاً همه پدیده‌های قبلی را ملاقات کنیم؟ پاسخ این است: بله. اما دلیلش چیست؟ زیرا یک بار همه پدیده‌های قبلی مسیر مذکور را طی کرده‌اند و یک به یک به وجود آمدند تا عملاً پدیده الف را به وجود آوردند. همین دلیل کافی است تا قبول کنیم
طی کردن این مسیر امکان پذیر است، چرا که یک بار طی شده است و طی شدنش به فعلیت رسیده است. حال سؤال دومی مطرح می‌کنیم. اگر سلسله مذکور ابتدا نداشته باشد و نامتناهی باشد و این مسیر را به طور معکوس طی کنیم، آیا ممکن است که عملاً همه پدیده‌های قبلی را ملاقات کنیم؟ پاسخ این است: خیر. اما دلیلش چیست؟ زیرا گرچه رسیدن به هر عضو یک سلسله نامتناهی قطعی است، اما شمارش و یا رسیدن به همه اعضای یک سلسله نامتناهی عملاً غیر ممکن است. علتش هم واضح است، چون نامتناهی است. مؤمن: فکر میکنم خلاصه اش این میشود: 1. شمارش همه اعضای یک سلسله متناهی ممکن است. 2. شمارش همه اعضای یک سلسله نامتناهی غیر ممکن است. 3. همه اعضای سلسله علت و معلول هایی که پدیده الف را به وجود آورده‌اند یک بار به وجود آمده‌اند و یا به عبارت دیگر شمرده شده‌اند، چرا که پدیده الف وجود دارد. پدیده الف بدون به وجود آمدن تک تک آنها به وجود نمی آمد. 4. در صورت حرکت در مسیر معکوس می توانیم یک بار دیگر همه سلسله علت و معلول های منتهی به پدیده الف را بشماریم، همانطور که یک بار این شمارش فعلیت یافته است. نتیجه: سلسله علت و معلول های منتهی به پدیده الف از نوع سلسله های متنوع است. ناباور: بله، منظورم دقیقاً همین بود. مؤمن: میخواستم برهان تضایف را برای رد تسلسل نامتناهی بیان کنم. شاید بشود گفت این که تو گفتی تقریباً بیان دیگری بود از همین برهان تضایف. البته تو از مفاهیم ریاضی متناهی و نامتناهی استفاده کردی و این تفاوت استدلال تو با برهان تضایف بود. به هر حال دیگر نیازی به بیان این برهان نیست، زیرا مهم نتیجه بود که حاصل شد. پاورقی: برهان تضایف تبیین‌های متعددی دارد که یکی از آنها چنین است: اگر سلسله علتها و معلولها به علتی که علیت آن محض است و معلول شیء دیگری نیست ختم نشود، لازمش این می شود که میان دو علت و معلول که دو امر متضایف هستند تکافؤ از بین برود. با ابطال تالی پی به بطلان مقدم میبرید. ادامه مطلب. ناباور در حالی که میخندید گفت: اگر قبلا استدلالی شبیه آنچه گفتم طرح نشده، به خودم اجازه میدهم که نام آن را برهان امکان شمارش بگذارم. پاورقی: پیشتر این استدلال را در بین براهین ابطال تسلسل ندیدم. با توجه به اشکالاتی که در ساختار ریاضیاتی برخی از آن برهان‌ها یافتم و بیان بغرنج برخی دیگر، بران شدم این استدلال احتمالاً جدید و با بیانی ساده‌تر را جهت پیشبرد بحث طرح و ارائه نمایم. ادامه مطلب. مؤمن هم با خنده جواب داد: هر طور میل توست. حالا اجازه میدهی ادامه دهیم؟ ناباور: من فعلا قبول میکنم که هیچ سلسله علت و معلولی نمیتواند ابتدا نداشته باشد. اکنون منتظر ادامه برهان علیت هستم. گرامیان، همینجا در صفحه 70 فایل آوایی ششم از کتاب برهان علیت پایان پیدا میکنه. تا درودی دیگر، بدرود.